و دین امروز که در وطن ما و شما خراب میشه از دست مردمای جاهل، فقیر، متعصب. در اکثر مجالسی که ما ششتیم که همی پشت اسقاط میگردن و پشت تاویز میگردن، والله نهایتش علم نبودن، نهایتش چون فقیر است 500 از اسقاط در جیبش میره، چون فقیر است تاویز میده، خود در شرک خودم مبتلا میکنه جان مقابلم به خاطر پیسه. و چون جاهل است نمیفهمه که مشرک میشه، و چون متعصب است نمیخواد که حق بفهمه. تعصبش اجازه نمیتش که بیا یک 5 دقیقه اینجا گپ حق بشنوه. خیر از بشنو، بس قناعتت اگر حاصل نشد مشکل نیست، حداقل بشنو. تو خوششتی اونجا در مقابل امو جاهلی که بی سواد است، او برای تو دین نشان داد، غلط نشان داد، حداقل اینجا هم بشی باز یک محاسبه بکن که والا آنچه که این میگه و آنچه که او میگه حداقل الله برات عقل دادن. افلا تعقلون، چرا از عقلتان استفاده نمیکنین؟ افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمیکنین؟